دهها ساختمانچی تاجیک 3 سال است به سبب سرپیچی سرمایه گذاران ایرانی معاششان را نگرفتند. حاضر من از کارگران قرضدار هستم. هر روز در خانه میگیرن از انداز قرضدار هستم، از مسئولیت ساختمانی قرضدار هستم. به گفته رهبران شرکت ساختمان نو، صاحبکار ایرانی عبدالرضا ایجاغی میرصالح با وعده مبلغ گذاری به ایران رفته 2 سال است از او درکی نیست. در شرکت اسکان ادعای ساختمان نو را رد نموده میگویند که شرکت مهلت دوره ساختمان را بر اساس شرطنامه دو طرفه به انجام نرسانیده است و آنها از ادامه سرمایه گذاری دست کشیدند. بینای استقامتی 5 آشیانه در کوچه ولمتزاده پره به انجام رسیده، در آن آدمان مسکونند. بحث های دادگاهی این دو شرکت برای دریافت 729 هزار سامانی ادامه دارد، ولی دهها ساختمانچیان همچنان پشت در ساختمان نو را میکوبند و پولشان را طلب دارند. общий گروپ ما تقریبا از 20 هزار سامان زیادتر موندگی. خیلی هم اویلای کمبغل زندگی و پس مراجعت کرده استیم امروز پگاه روز دیگر میشود میگه که میشود طول ندیدیم. سراغ میکنیم میگن وعده میشود که این ساختمان میگه ما در گذران پول ما میتیم و خیلی توکه این رفت آمد خودش همین رفت آمد قریب هم پولی چی میشه و خیلی نومید میشه و خیلی با زندگی ایست فرزند و کلان شدیسیان دیگه تنقیزی میکشی با سراغ میکنی مجبور میشه می سراغ میکنی یاران وعده شوا میگیری. شرکت ساختمان نو 100 کارگر داشته است. بعد مفلس شدنش بیکار مانده‌اند. رهبران ساختمان نو میگویند بر اساس شرطنامه باید در کوچه ولمتزاده بینای معموری میساختند و شرکت احسان برای آن حدود 819 هزار دلار مبلغ گذاری کرده است. پس از چند مدت آنها تصمیم خود را عوض نموده پیشنهاد کردند که بینای 5 آشیانه ساخته شود. من روز گفتم همه چیزی که داشتم فروختم، خانم به گرم موندم، محصولات ساختمان از بازار قرض گرفتم، همین ساختمان با انجام رسوندیم. کمیسیون کاری گذاشت، خیلی قبول کردن گرفتن، اینو با فروش موندن. وقتی که علاقه انجام شد آخرین بار همین با من گپ زدن دیگه، یکم بار وای نه تلفن من میگیرن نه با من گپ میزنن. به همین درجه رسید که همچون های من بیماری 4 ماه در خانه بیماری عصب شده خواب بودم و کار به درجه رسید که حتی دست به خودکشی زنم. همین نمیدونیم چیکار کنیم آینده. به دنبال این همه شرکت ساختمان نو به دادگاه اقتصادی ناحیه شامنسور برای برقرار کردن مبلغ مراجعت نمود، ولی دادگاه دعوای آنها را در هفته گذشته رد کرد. وکیل مدافع شرکت اسکان می‌افزاید مسئولان شرکت دعواگر میگویند که در این مسئله آنها کفالت شفاهی دارند، ولی قانون حرف زبانی را اعتراف نمی‌کند. برای همین دادگاه اسکان را پیروز دانست. اما مسئولان شرکت ساختمان نو میگویند سرمایه گذار ایرانی عبدالرضا ایجاغی در وقت شروع کارهای ناتمام وعده داده است با پره به پایان رسیدن کارها حتما مبلغ گذاری خواهد کرد. عبدالکریم سنگوف میگوید وکالتداران این شرکت در صحبت‌ها ذکر میکنند که همین که رئیس این شرکت ایجاغی برگردد مبلغ کارهای بعدی پرداخته می شود. حالا مسئولان شرکت ساختمان نو همراه وکیلان دفاعشان تلاش دارند از بالای حلنامه دادگاه اقتصادی شامنسور به دادگاه عالی اقتصادی کشور در هفته آینده عریضه شکایتی پیشنهاد کنند. میرزا نبی خالقزاد، امردین عالم، رادیو آزادی، دوشنبه.